به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. در مورد فضیلت و اهمیت نشر کردن علم میان مردم گفته ها و قصه ها و حکایه ها زیاد است. یکی از آن قصه های مؤثر حکایه است که امام بزرگوار علم حدیث و فقه قاضی ایاض در کتاب خود ترتیب المدارک و تقریب المسالک آورده است. قاضی ایاض در کتاب مذکور آورده که امام عبدالله ابن وهب، امام بزرگوار در فقه و در حدیث، شاگرد مقرب امام مالک، نفری که پر 20 سال ملازمت امام مالک کرده و درجه های بلند علم رسیده، مرجع مردم در فتوا بود، زمان به شهر اسکندریه مصر برای پاسبانی سرحد رفت. چون امام عبدالله ابن وهب به اسکندریه رسید، مردم اطراف او جمع شدند و از او درخواست کردند که برای آنها علم آموزد. اما امام عذر آورده به مردم گفتند من اینجا به خاطر پاسبانی کردن سرحد و به خاطر عبادت آمدم، مرا معذور دارید گفته درخواست مردم را نپذیرفتند. از این گفتگوی امام با مردم همگی 2 روز سپری گشته بود که مردی نزد امام آمد و گفت من شما را خوابی دیدم و خواست خواب خود را برای امام نقل کند. مرد خواب خود را به امام عبدالله ابن وهب حکایه کرد. گفت امام من دیشب خواب دیدم که در یک مسجد خیلی کلان، زیبا، با شکوه قرار دارم. آنجا پیامبر صلی الله علیه و سلم نشستند، در 2 پهلوی ایشان ابوبکر و عمر قرار دارند و شما در حضور فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم نشستید و مسجد خیلی روشن و قندیل‌ها با چراغ‌های زیبای فروزان است. آنجا نشسته بودیم که یکی از چراغ‌های مسجد خاموش شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم به شما ای عبدالله ابن وهب سفارش داد، امر کرد که رفته آن چراغ را برافروزید، دوباره درگیرانید و شما خسته رفتید چراغ را افروختید. بعد اندکی چراغ دیگری چنین شد، خاموش شد. باز پیامبر صلی الله علیه و سلم به شما امر کرد که رفته آن چراغ را دوباره درگیرانید و شما امر پیامبر صلی الله علیه و سلم را اجرا کرده برگشتید. از این میان چند روز سپری شد. من آن مسجد در آمدم، دیدم که چراغ‌ها تقریبا همه‌اش نزدیک خاموش شدن است و آنجا پیامبر صلی الله علیه و سلم بازم نشسته بودند، ابوبکر صدیق رضی الله عنه و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ای فرستاده خدا، مگر به این چراغ‌ها نمی‌بینید که حالش چی شده؟ این همه کار عبدالله ابن وهب است، می‌خواهد چراغ‌ها خاموش شود. چون مرد خوابش را به امام ابن وهب حکایه کرد تا اینجا، امام عبدالله ابن وهب به شدت به گریه افتادند، گریستند، محزون شدند و این مرد در هیجان و در تأسف گفت من آمدم تا این خواب را به شما قصه کنم، شما شاد شوید. اگر می‌دانستم چنین اندوه زده می‌شوید، محزون می‌شوید، هرگز خواب را برای شما نقل نمی‌کردم، هرگز نزد شما نمی‌آمدم. امام گفتند نه، خیر است، خوب کردی آمدی، خوب کردی نقل کردی، برای من پندی شد. من گمان کردم که پاسبانی کردنم در راه جهاد، به عبادت فردی شخصی خودم مشغول شدن بهتر از تعلیم علم است، اما این خوابی تو برای من پندی شد که آن مردمی که از من درخواست کرده بودند علم می‌خواستند باید درخواست آنها را اجرا می‌کردم. بعد این واقعه امام عبدالله ابن وهب بسیار وظیفه‌های خود را کنار گذاشتند، در مجلس علم نشستند و برای مردم تعلیم علم می‌کردند. عده‌ای از ایشان علم می‌گرفت، حدیث می‌شنید، درس فقه می‌آموخت، عده دیگری به سوال‌های خود جواب می‌پرسید. در فضیلت نشر علم اینچنین امام ذهبی در کتاب نفیس خود سیر اعلام النبلا از امام عبدالله بن مبارک، امام جلیل حدیث و فقه، آورده که ایشان میگفتند لا اعلم بعد النبوة افضل من بث العلم. بعد از درجه پیامبری هیچ عملی را بزرگتر از نشر علم نمیدانم. به این مضمون امام بزرگوار اندلس، فقیه و محدث امام ابن عبدالبر در کتاب خود جامع بیان العلم و فضله از امیر المؤمنین حدیث، فقیه و مفسر، از امام جلیل و شهیر اسلام سفیان ثوری نیز روایت آوردند که ایشان میگفتند
لا اعلم من العبادة شيئا افضل من تعلیم الناس العلم. یعنی هیچ عبادتی را بزرگتر از تعلیم دادن علم به مردم نمیدانم. یعنی بعد فرضهای الهی، فرضهای حتمی دینی، از عملهای نافله، عبادتهای اختیاری نافله، بزرگترینش این است که انسان برای مردم علم آموزد، برای مردم از حلال و حرام، از دین، از شریعت، از فرموده های خالقشان برای مردم تعلیم دهد، پیام خداوند را برای ایشان رساند. با امید کامیابی و سربلندی در دنیا و آخرت. در حفظ خداوند باشید.